سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به یک بازی جذاب و پردرآمد. امروز میخوام بهتون پایرت نیشن رو برای بار دوم معرفی بکنم. قبلا یک ماه پیش تو تلگرام معرفی کردم، خیلی گوش نکردن. چند نفری هم بودن که گوش کردن و به یه درآمد توپل رسیدن دیروز. چرا که دیروز بچه ها ایردراپ این بازی فصل یکش تموم شد و کلی پولای خوب به بچه ها داد. از $100 بگیرید الا بالاتر. فقط بابت اینکه ما رفتیم داخل این بازی، در کنار بازی انجام دادن و آیتم در آوردن که خود اونا کلی پول داره، ایردراپش هم انجام دادیم که ایردراپ بازی که بوتی پوینت هم نام داره. این قسمت فقط نیاز بود هفته یکی دو بار بریم تسکاشون رو بریم توییتاشون رو لایک بکنیم، اسم دیسکوردمون رو بکنیم پایرت. همه این کارهای ساده رو که انجام میدادی که همش توی نیم ساعت قابل انجام بود، ته شد پولایی که الان بچه‌ها از $100 تا $1000 در آوردن و کلی حال کردن. حالا در کنار ایردراپ بچه شما همزمان بازی هم انجام میدید که واسهتون توضیح میدم و کلی میتونید از خود بازی پول در بیارید. یعنی دو تا کار همزمان دارید با هم انجام میدید و این فوق العاده است. خب بچه بریم سراغ بازی. من یه لینک داخل دیسکریپشن همین ویدیو گذاشتم توضیحات. اگر هم اونجا نباشه داخل کامنت اول هست، چون یوتیوب اون تازه تأسیسه. خود یوتیوب اجازه نمیده ما لینک داخل دیسکریپشن بذاریم، به دلایل کلاهبرداری این چیزا بهمون اعتماد نداره هنوز تو این کانال جدیدمون. اوکی، روی لینک بچا کلیک میکنید شما رو میاره داخل این صفحه. خیلی مهمه که وی پی ان خوب بزنید. بدون وی پی ان بچا اذیت میشید، اصلا نمیاد بالا. وی پی ان مجانی، این وی پی مجانی به درد نخورام بزنید قطعا اذیتتون میکنه. وی پی ان خوب بزنید. میایید داخل این صفحه، بهتون اجازه میده یه دونه دوز دریایی انتخاب بکنید. یه دونهش واسهتون مجانیه. اگه فردا روزی بخواید دوزای دریایی بیشتری بسازید، فکر کنم ارزون ترینش $1000. یعنی عمرن سمتش ما نمیتونیم بریم. همین یه دونه هم کافیه. دوز دریاییتون رو انتخاب میکنید، کانتینیو رو بچا میزنید، شما رو میاره این صفحه. اینجا میتونید با ایمیلتون وارد بشید یا با دیسکوردتون. توصیه میکنم با ایمیلتون بیاید. اصلا کلا بچا یه ایمیل جدا بسازید واسه بازیای کریپتویی. هر بازی کریپتویی دارید رو اون ایمیل بیارید بالا. ایزی پیزی. اینجا ایمیلتون رو وارد میکنید، با ایمیلتون کانتینیو رو میزنید، دیگه هیچی نداره بچه‌ها. از شما یه کانکت توییتر میخواد، کانکت دیسکورد میخواد و اینا دیگه گفتنش هیچ چیز انجامش هیچ مسئله سخت نیست. فقط یه اوکی بلی آخر میزنید و اوتورایز میکنید و میایید توی بازی. زمانی که شما میایید توی بازی بچه‌ها با یه چنین چیزی مواجه میشید. من اینو فول اسکرین بکنم. با یه چنین چیزی مواجه میشید بچه‌ها. همه اتفاقی که توی بازی بیفته بچه‌ها اینجاست. این خود پایرت شماست یا اون کاپیتان شماست که 30 تا لول داره بچه. واسه من الان لول 15. این 30 تا لول داره دیگه، 30 تهشه. هر چقدر بچه این لول کاپیتانتون بره بالا به شما کارت های بیشتری میده. این کارت ها رو نگاه کنید بخش دک اینجا. شما میتونید بچه 40 تا کارت داشته باشید. هر چقدر لول دوز دریاییتون بره بالا به شما کارتای بیشتری میده. بچه دوزای دریایی هم بر اساس عناصرن. واتر داره، آتیش داره، بر اساس عناصر طبیعتن دیگه. هنوزم من نفهمیدم این واتر بودنش و فایر بودنش چه تفاوتی ایجاد میکنه، چون بچهای دیگه که مثلا فایرن با مال من هیچ تفاوتی ندارن رو راست. پس دوز دریاییتون که هرچی لولش میاد بالا به شما کارت‌های بیشتر میده واسه مبارزاتی که الان بهتون توضیح میدم. در کنار اون بچه به شما یه سری گنجینه ها داخل مپ میده، یه سری صندوق ها داخل مپ میده که تو این جزیره پخش و پلان. این یا مثل این صندوق ها کنید. این صندوق نوشته فقط زمانی میتونم ازش پول بردارم که لولم 30 باشه. داخل این صندوق بچه پوله و این بر اساس لول شماست. هر چقدر لولتون بالاتر صندوق های پرپولتر. مثلا این لول 30 میخواد، این یکی نکنید آبی لول 20 میخواد. یه سری صندوق قهوه‌ای رنگ و سبز رنگ هستن که لول 10 و 5 میخوان که اونا رو میتونید راحت انجام بدید. بچه‌ها 3 تا ماده دیگه توی بازی از خیلی مهمن. یکی اینه سنگ، یکی درخته، یکی هم کتان یا همون پنبه خودمون. حالا زیاد نمیخوام پیچیدش بکنم، ناکنید این کتان بهتون نشون بدم ظاهرش رو ببینید. سنگ داریم و چوب و حالا اگه کتان پیدا شد، کتان. خب بچه‌ها اینم کتان. این یا مثل پنبه میمونه دیگه. شما این 3 تا عنصر رو میتونید هر روز بیاید تو بازی جمع بکنید. محدودیت هم دارید. محدودیت شما بچه‌ها این انرژی تونه که بیشتر از 150 تا در 24 ساعت به شما نمیده. مثلا این کتان رو من بخوام بردارم نکن نوشته 6 تا انرژی از من کم میکنه، یه دونه بهم کتان میده. حالا این عناصر و اون پولایی که جمع میکنیم به چه دردمون میخوره؟ من همو بزنم مستقیم بره تو جزیره اصلی. اینا بچه‌ها اگه ازشون جمع بکنید میتونید تو این اینونتوری اینا نکن، اینا چیزایی که من جمع کردم، میتونید بیاید قسمت کرافتینگ
با این متریال هایی که پیدا کردید، چوب و تخت و اینا، این آیتما رو بسازید. حالا ساختن این آیتما چه مزیتی داره؟ یه سری از این آیتما بچه‌ها سالبونده، نکن سول باوند، یعنی فقط مخصوص شماست، نمیتونید بفروشیدش. اینو حواستون باشه، هر چیزی که کرافت میکنید اونی که سالبونده فقط مخصوص توه، نمیتونی بفروشی. حواستون باشه. یه سری چیزا هم نکن روشون کلیک میکنم سالبوند نیستن، نکن آن کامونن. کامونا قیمت خیلی پایینی دارن توی شاپ بچا. هر چقدر به سمت ریر و آن کامون و اینا بریم قیمتشون میره بالا. مثلا اینجا رو نکنید، من دیروز داشتم بازی میکردم یهو یه آیتم بهم داد، همین آیتم ریر $40 پولشه، به همین راحتی یه لحظه اتفاق میفته. هر چقدر آیتمای کمیابتر پیدا بکنید قیمتش بالاتر. حالا قیمت اینا رو بچه‌ها ما از کجا بفهمیم؟ تو قسمت کرافت که روشون کلیک کنی اینا یه گزینه بوی داره، یا بای میگم بوی، یه گزینه بای داره، یا تو اینونتوری که بیاید رو اینا کلیک بکنی گزینه بای داره، میتونید اینجا رو بای بزنید، شما رو میبره مارکت پلیس بازی و قیمتش اونجا میبینید. بچه بازی بر بستر اتریومه، الان قیمتش لود میشه اگر اینترنت من، خب قیمت این بچه 5 سنته. خب قیمت این یه دونه چوب الان 5 سنت توی بازار داره خرید و فروش میشه، همین یه دونه چوب. این اکتیویتی رو که بزنیم، فعالیت‌های اخیری که بر روی این چوب و خرید و فروش چوب انجام شده رو بچه‌ها ما نشون میده. نکنید الان واسه من که خیلی نت ضعیفه، خب نکنید الان پایین ترین قیمت 5 سنته، بقیه 7 سنت گذاشتنش توی مارکت پلیس، نکنید تا 9 سنت هم رفته. اینجوری میتونید بچه‌ها قیمت اینا رو هم تمام اقلام و چیزایی هم که پیدا کردن نگاه کنید. مثلا اینو نگاه کنید، من اینو از اینجا فهمیدم $40 که روش کلیک کردم، قسمت لیستینگ دیدم آخرین نفری که اینو گذاشته فروش $40، بقیه حتی بیشتر گذاشتن. نکن 44 45 همینجوری بریم پایین 48. بچا اینجا یه تایم هم داره اکسپایر، یعنی بعد 25 روز این آیتم دیگه شما از شاپ برداشته میشه، دوباره بعد بذاریدش توی شاپ. مثلا این آیتم من خیلی بیشتر از $40 میاد، تو 50 هم میتونم بفروشمش اگه وسط رو در نظر بگیریم. اون نفر اول همیشه مهم نیست، شاید یارو بخواد مفت بفروشه همه چیزشو، اینا رو در نظر داشته باشید. پس قیمت آیتما رو هم اینجا میفهمیم. برمیگردیم سر پایرتمون. بچا یه گزینه خیلی مهم توی بازی هست، شما توی بازی خرید و فروش نمیتونید بکنید. نکنید این بجو من هنوز ندارم. چرا این بجو ندارم و نمیتونم توی بازی خرید و فروش کنم؟ به خاطری که این لول بچا کامون رنگ باید بشه لول 10. این تا زمانی که لول 10 نشه شما نمیتونید توی بازی خرید و فروش بکنید توی مارکت. حالا اینو چجوری لولش رو ببریم بالا؟ این بچه‌ها یه سری کوئستا باید انجام بدید لولش بره بالا، ولی از همه مهمتر این قسمت علامت کوسه به شما روزی 5 تا بتل میده. خب شما میتونید اینجا تو این قسمت کوسه بچه‌ها روزی 5 تا بتل برید که هر بتلی که وین میگیرید به شما کامون رنگ میده، اون رنگتون اونور میره بالا و مهمه که بتلاتون رو وین کنید. خیلی هم ایزیه بچه‌ها، زیاد سخت نیست. مهم اینه که این پایرتون رو لول اپ کنید، پایرتون لول اپ بشه هی کارتای بیشتر بهتون میده، میتونید راحت‌تر فایت بزنید. من یه لحظه یه فایتش هم واسهتون میزنم ببینید. من بعداً واسه این بخش فایتش یه ویدیو جداگونه میذارم که بفهمید هر کارتی چیکار میکنه و چجوری میتونید با اینا فایت بزنید. اینم بخش فایتشه، میرید با بات فایت میزنید، با پلیر فایت نمیزنید. البته هر از چنگایی بچه‌ها بازی تورنمنت میاره، شما میرید تو اون تورنمنت با بقیه میجنگید، پی وی پی میشه. اینم در نظر داشته باشید. اینجا الان این بشکه رو من بندازم، بعد کارت بعدی که بندازم دمیج خرکی میده. اینو میذارم جفتشون رو هم بزنه. همین راحتی بچه 5 تا بتل اینجوری پشت سر هم میزنید میرید جلو. الان ریوارد منو بچه بهمون میده، نکن 205 تا بوتی پوینت داد که واسه ایردراپ بازی هم بچه فصل دوش از فردا شروع میشه. یعنی شما علاوه بر این که دارید بازی میکنید از خود بازی آیتم و پول در میارید، اونور کنارش ایردراپتون هم انجام میدید. خب اینجا بچه نکن بعد 5 تا بهمون کامون رنگ داد. این کامون رنگ ها 5 تا هی جمع میشه با روزی 5 تا بتل. احتمالاً بچه 50 روز طول بکشه اگه هر روز بازی کنید.
50 روز طول بکشه تا این رنک شما، من یه لحظه اینو فول اسکرین کنم که همه چیز قابل مشاهده باشه، احتمالاً بچه‌ها 50 روز طول بکشه این 5 بشه 10، یعنی 50 روز بعد زمان بذارید. ولی شما میتونید در کنار این ایردراپتون رو ببرید جلو. بچه‌ها من الان تو این 15 20 روزی که بازی کردم کلی آیتم پیدا کردم. این آیتما غیب نمیشن که، همش جمع میشه بعد از 50 روز که دسترسی به مارکت پیدا کردم، تو یه روز همه رو میفروشم. یهو $100 $200 تو یه روز در میارم. پس اون وقتی که دارید میذارید نمیسوزه. شما دارید آیتماتون اینجا جمع میکنید. بچه‌ها این بتلا رو که میرید، بتلایی که 5 تا رو میرید به شما یه سری باکس هم میده، مثل این باکس ها. اینا رو وقتی باز میکنید به شما بچه‌ها انرژی میده داخلش، یه سری آیتم و انرژی میده. من باز کردم، این الان داره باز میکنه. تمام آیتمایی هم که بهتون میده بچه‌ها نگاه کنید NFT ان، مخصوص شما، یعنی رمزنگاری شدن واسه شخص شما. هر جای کره زمین، هر جای دنیا، فضای مجازی که برید این آیتم به نام شماست. خب آیتمای منو باز کرد، 175 تا پول، 3 تا نوشیدنی انرژیزا که انرژی و بچه‌ها خیلی کم، دونه 2 تا 3 تا میبره بالا، یعنی اینقدر کم مثلا ارزش نداره. نکنید الان باز کردم این NFT داره به نام من ثبت میشه توی شبکه بازی. پس این شد بچه‌ها کلیت کاری که شما توی پایرت نیشن باید انجام بدید. حالا ایردراپش چیه؟ بازیشو که کاملا واسهتون توضیح دادم. این کشتی رو سوار بشید، روش کلیک می‌کنید، میتونید همه جا برید آیتم جمع کنید. توصیه میکنم بچه‌ها صندوق پول پیدا بکنید. صندوق پول خیلی از چوب و پنبه و کتان مهمتره. چرا مهمتره؟ به خاطر اینکه میتونید بیاید تو این قسمت رو کلیک کنید. این قسمت بچه‌ها نگاه کنید کوست. میاید این قسمت، معذرت میخوام، باونتی. میاید این قسمت بر اساس من جمعش کنم. به شما یه عالمه بچه‌ها اینجا کوست داده. نگاه کنید کلی کوست، آیتم‌های ریر، کامون، آیتم‌ها خیلی خفنی میتونید تو شانسی البته پیدا بکنید. مثلا اینا نکنید نوشته یه دونه پایرت واسش کافیه. نکنید یه دونه پایرت واسش کافیه، تا 20 تا پایرت هم میتونید روش بذارید که خفن‌تر بهتون جایزه بده. شما چون بچه‌ها یه دونه پایرت بیشتر ندارید، یه دونه دوز دریا بیشتر ندارید، اونایی فقط میتونید الان انجام بدید که یه دونه میخواد. مثلا این 20 تا پایرت میخواد، ولی قطعا جایزش هم خفنه دیگه. اینا چه جایزهای خفنی میدین، اینا همش دلاری خفن گرونن، ولی 20 تا پایرت باید داشته باشید. اینا هر کسی نمیتونه بره. این 10 تا پایرت میخواد. نگاه کنید ما بعد دنبال این مثلا یه دونه قبوله. چی میخواد؟ از ما 100 تا پول میگیره، این دو تا گزینه رو به ما میده. 5 تا ایکس پی بهمون قطعا میده، یه دونه بهمون جعبه میده. نگاه کنید امکان داره به ازای درصدایی که بچه‌ها اینجا نوشته یکی از اینا رو بهمون بده، یک یا دو تاشون رو بده. بر اساس درصد، هرچی این درصد بچه بالاتر امکان اینکه بگیریمش بیشتر. من خودم الان فعلا فقط دارم این 600 تایی رو میزنم. اینو 600 تا از پولم کم میشه بهم اینا رو میده. مثلا این خودش 4 دلاره، این 2 دلاره، این 3 دلاره، هم اینا رو هم بهم یکیشو بده کافیه. 600 تا پولم میدم میره. حالا پولمو از کجا تامین میکنم؟ از این 5 تا بتری که میرم بهم کم کم پول میده وقتی ویکتوری میشه. به علاوه اون 5 تا بتل که ویکتوری میشه پول میده، فقط بچه من سوار این کشتی میشم، میرم دنبال صندوق پول میگردم تو این جزیره ها. پیدا کردنش هم اصلا سخت نیست، یعنی پیدا کردن صندوقای پول بچه کل انرژیتون رو بخواید 150 تاش هم بگردین، 150 رو بگردین. نکن یه صندوق مثلا میاین روی جزیره میریم سراغش. در عرض بچه تمام این 5 تا اتک و این گشت و گذارتون روزی دقیقاً نیم ساعت وقتتون. نکن 5 تا انرژی 15 تا پول. یکی دیگه بازم داره، نکن انرژیم داره کم میشه، هی داره بهم پول میده، این پول میره بالا. این صندوق نکن لول 30، هنوز لولم 30 نشده. من بچه فقط میرم پول پیدا میکنم، با این پول میرم اینجا تو قسمت کوست یا تو این قسمت باونتی، معذرت میخوام، فقط اینا رو میرم. این خیلی خوبه، آیتمای پولی خفنی میده، کمیابن. بچه هرچی آیتم‌های کمیابتر پیدا بکنید امکانی که گرونتر باشن بیشتر. حالا یه بخشم بچه داره واسه کوست، واسه اونایی که یه ذره چطور بگم تنبل تشریف دارن. اینجا میتونم بیام بچه همون لحظه 30 تا مثلا انرژی بدی، اینو دوتا رو بهت بده، 30 تا بهت ایکس پی میده. واسه ایکس پی گرفتن کاپیتان خیلی خوشم، بچه این کاپیتان ایکس پی میخواد. نکنید 1000 تا ایکس پی بعد بگیرم، من 750 تا پول بدم تا یه لول بره بالا. پس این ایکس پی که ما داریم جمع میکنیم از این ور اونور به این درد میخوریم. اونایی که حوصله ندارن میتونن بیان یهو اینجا 30 تا انرژیشون رو بدن، این 30 تا رو میدیم. ناگهان انرژیم کم شد، به همون این جعبه رو داد با 30 تا ایکس پی. این جعبه بچه شانسی امکان داره توش چوب باشه، کتان باشه. البته این ستا رو داره قطعا 100%. ناگهان نمیشه 100% این ستا رو یه دونه به من داد الان 100%. میتونید بیاید اگه حوصله گشت و گذار ندارید اینجوری انرژیتون رو مصرف بکنید در طول روز، که من توصیه نمیکنم. شما برید صندوق پولم جمع بکنید، هر یه صندوقی که باز میکنید 5 تا بهتون ایکس پی میده.
یعنی بخواید حساب بکنید به ازای انرژی که میدید هم پول گیرتون میاد، همون 30-40 تا ایکس پی رو میگیرید. گزینه خیلی خوبیه. اینجا آیتمایی که یادمون رفته برداریم و کانفیم برمی‌داریم. یه جزیره هم بچه داره اینجاست که من الان جزیرم لخته، میتونم با این آیتمایی که اینجا هست جزیرمو کاملا بسازم، ولی خب این آیتما رو ترجیح میدم ببرم بفروشم به بقیه تا بیام واسه خودم جزیره بسازم. شاید در آینده بچه‌ها این جزیره رو بتونیم مثلا خرید و فروش بکنیم، توش NFT های خفن توش بتونیم مثلا توش کاشت و داشت و برداشت داشته باشیم، یه سری آیتما مثلا توش فارم بکنیم، شاید اینا در آینده اضافه بشه، اون موقع جزیره خیلی مهم بشه. ولی فعلا که این اتفاق نمیفته. این پایرتی هم که بچه خودتون لول آپ میکنین قابلیت خرید و فروش فعلا نداره، یعنی همین یه دونه مال خودتون، فقط میتونید باهاش بازی بکنید. من فکر کنم اینترنت هم پوکید. این ساختمونا هم بچه هنوز راه اندازی نشدن، یعنی راه اندازی شدن ها، یه سری اسکین مسکین چیزی میتونید توش بذارید که فعلا به درد شماها نمیخوره. کلیت بازی بچه شد این قسمت کوس اینونتوری همه رو گفتم، چیز خاصی نداره. اگر میخواید پی وی پی برید با دوستتون مثلا مبارزه بکنید، میتونید بیاین قسمت پی وی پی رو این کلیک بکنید، دوستتون رو اینوایت بدید باهاش بجنگید. البته که تورنمنت توی بازی تا الان 2-3 بار اومده، بازم میاد جایزهای خفن میده، میاید با بقیه میجنگید تو اون تورنمنت و پوینت جمع میکنید. این بچه کلیت بازی پایرت نیشن بود، چیز سختی نداره. حالا بریم قسمت بوتی پوینت من به شما نشون بدم. فصل 2ش قراره 1-2 روز دیگه بیاد. فصل 1ش بچه اینجوری بود، شما میرفتید یه سری نکن کل لایک و ریتوییت هایی که من انجام دادم 6 تام نیست، یعنی من 6 تا توییت رو رفتم لایک و ریتوییت زدم و در اون از اون ور اسم دیسکوردمو کردم پایرت. فقط واسه این کارها که کلا 20 دقیقه وقت منو گرفت، من 200 خورده دلار گرفتم. میگم بچه‌ها چون چند اکانت بودن تا 1000 خورده دلار من دیدم گرفتن. خب پس میتونید فصل دوم این بازی رو استارت بزنید. طریقه جمع کردن بوتی پوینت هم همین کاراست، نکنید لایک و توییت میزنید به شما اینا رو میده. یا مثلا این بخشش الان رفرال هم بگیرید میتونه به شما پوینت خوبی بده. رفرال هم بگیرید میتونه به شما پوینت خوبی بده. بچه‌ها این بازی هم فقط از طریق کدهای رفرال و کد دعوت میتونید بیاید. پس رو اون لینکی که گذاشتم کلیک بکنید که بتونید بیاید داخل بازی. این هم بچه‌ها قسمت بوتی پوینته که خودشون اولش گفتم بوتی پوینت همین جوریه، برید انجامش بدید، احتمالاً هیچ نیست، فقط میخوایم معرفت شما رو بسنجیم. که یهو 2-3 روز پیش توی دیسکوردشون من پرسیدم، کاشف عمل اومد که بابا معرفت کجا بود، میخوام بهمون حال بدن و کلی از توکن پایرت بهمون دادن که خیلی ها استفاده کردن. در کل امیدوارم با ویدیو حال کرده باشی. یادتون نره به کانال یوتیوب و مخصوصا تلگرام ما سر بزنید و هر سوالی دارید اونجا عنوان بکنید. تا یک ویدیو دیگه همتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.